سلام. سلام بچه‌ها. اسمم از سارا. من فرازم. به نمیدونم چندمین ویدیو یوتیوب ما خوش اومدین. ما خلاصه تازه کاریم، تازه فکر کنم یه ماهی میشه که اومدیم. خیلیاتون ما رو از ویدیوهای ربکا، سارا رضا اینا میشناسین، ولی اگه ما رو از اونجا نمیشناسین بدونید که ما یه زوج نو که نیستیم، متأسفانه زوج کهنه هستیم، قدیمی. آره، ولی تو کالیفرنیا زندگی میکنیم، پا به ماهیم، یه پدر مادر پا به ماهی هستیم. بعد هیچی دیگه، قراره که امروز یه بیوگرافی راجع خودمون بگیم، بیشتر راجع خودمون بگیم که شما با ما آشنا بشین. سارا که بود و چه کرد؟ فراز که بود و چه کرد؟ اگه تو 3 کلمه بخوای خودتو توصیف کنی چی میگی؟ من آدم صبوریم، آدم با پشت کاریم و آدم قفلیم. من برعکس عجولم، گاهی استرسی، سمجم. مدیریتی برقکی من خوبه. بزرگترین چالشی که تو زندگی باهاش روبرو شدی؟ من میگم مهاجرت و دوری از خانواده. آره 2 سال پیش اگر من این سوالو پرسیده همین بود جوابم، ولی میتونم بگم 5 که 2 سال پیش برام اتفاق افتاد. یه کلمه واسه توصیف امروز. خدا رو شکر. خدا شکر. واقعا خدا رو شکر. آره گفتیم که دیگه یه بیوگرافی بدیم، همین که بچهای تلگرام خودشون برن. خیلی سوالی اما پرسیده بودن، سوال بیوگرافی طوری خیلی چیزی اما نمیدونن. جسته و گفتیم و اونور شنیدین و بعضیتون هم رفتین تحقیقات کردین. هر دیگه از 0 یه تا چیزایی در آوردین، اونایی که تیز و بزای شبکه‌های اجتماعی رفتن یه چیزی در آوردن، ولی دیگه اینجا سعی می‌کنیم که آره چیزای اصلی رو بگیم، یه ذره بیشتر با ما آشنا بشین. حالا جلوتر که میریم تو یوتیوب مثلا از مسیر زندگی ما که بیشتر متوجه شدین، تاپیکی بود دوست داشتین ما بیشتر براتون راجعش صحبت کنیم و ویدیو بگیریم، بهمون بگین که حتما این کارو میکنیم. اگر هم کانال یوتیوبمون رو تا حالا چک نکردین برین نگاه کنین، چند تا اونجا ویدیو داریم، هم ویدیوهای آموزشی داریم هم بازیشادی داریم. بچهای تلگرام بالاخره ما روز موعود فرا رسید. الان که یه عذرخواهی بده کنیم که فکر کنم زودتر بعد این ویدیو رو میذاشتیم، ولی نمیدونم چرا یکم یه جوری یه ذره من که استرس داشتم، انگار مثلا میخوای بریم مصاحبه کاری، میخوای مثلا خودتو پرزنت کنی، خودتو نشون بدی و اینا، یکم هی نمیدونم چرا هی وقفه افتاد و هی چیز کردیم، تا اینکه بالاخره امروز دیگه با فراز تصمیم گرفتیم که آقا بلنش این بیوگرافی بگیر، بچه‌ها منتظرن. بعد هیچی دیگه سعی می‌کنیم سوالی که داشتین رو جواب بدیم، چیزی که به نظر خودمون مهمه که تو شناخته بیشتر، ولی خب واقعا با یه ویدیو یه ساعته که نمیشه. آره به مرور زمان بیشتر ما رو میشناسین، ولی حداقل اینجوری یه توضیح کلی راجع به اینکه ما کیم، از کجا اومدیم، به کجا داریم میریم، کجا می‌خوایم کجا داریم میریم واقعا. آره سعی می‌کنیم که این سوالا جواب بدیم. بعد حالا اگه چیزی بیشتر می‌خوایم بدونیم، چیزی از دستمون در رفت نگفتیم، حتما تو تلگرام با ما همچنان در ارتباط باشین، سوالاتونو بپرسین، نظراتتون رو بگین، کمکمون کنین که ما تو این ویدیو و محتوا اینا ذره بهتر بشیم دیگه با شماها، با کمک شما. آره امروز هم می‌خوایم درخت کریسمس رو بچینیم، همزمان که داریم توضیح میدیم که ما کیم. امیدوارم که دوست داشته باشین. آره دیگه یه سری وسیله درخت کریسمس ما داریم که مثلا 100 ساله داریم، فکر کنم واقعا 6 سالی شد که داریم همینا رو دیگه، هر سال همینا رو میاریم تهش مثلا یه دونه 2 تا دونه تزیین بهش اضافه می‌کنیم میگیریم. کارمون رو راحت کرده. یه چیزی که تا ما این درخت رو سوار می‌کنیم و اینا که یه سری سوال با هم دیگه می‌پرسیم و از ما بیشتر خب آقا 1 2 3 ما اینو سوارش کردیم، خیلی آسون بود دیگه، دیدین دیگه. آره 1 2 3 خیلی چیز راحتی هم. مثلا لینکشو براتون میذارم، من اینو 100 سال پیش از آمازون خریدم. بعد خوبش اینه که اینجاهاش هم قشنگ مثلا فلکسیبله دیگه. بعد این نگفته، خیلی هم ارزون بود، فکر کنم نسبت به درختای اینجوری اینجا قیمتش مناسب بود، فکر کنم 100 خورده ای بود. آره حالا به طبیعت هم آسیب نمیزنین. البته اینم یه جور آسیب هست، حداقل کمتر آسیب میزنین دیگه، جن که هر سال یه درخت بکشی. ولی وای ببین درخت واقعی که میذارن کاجه. آره عجب بویی میده، هر خونه که درخت واقعی میذاره اصلا وارد که میشی نمیدونی چه بویی میده. ولی خب دیگه ما اینو 100 سال پیش گرفتیم، خیلی هم خدای برامون خوب مونده. ایناش هم نمیریزه، یعنی واقعا
بیچاره جون سگ داشت. مرحله اول تموم شد که درخت و فلان و ایناست. مرحله بعدی چراغه، بریم چراغو میزنیم، تا چراغو میزنیم ما هم جواب سوالای شما رو میدیم. آقا من همونطور که بهتون گفتم اسمم که سارا امینی. من تهران به دنیا اومدم و بزرگ شدم. بچه آخرم. 4 تا بچه ایم، 2 تا خواهر بزرگتر از خودم دارم، یه دونه برادر بزرگتر از خودم دارم. بچه که بودم دبستان که میرفتم خیلی خجالتی بودم. نیمکت جلو همیشه میشستم و مثلا معلم دلشون برام میسوخت. کم حرف بودم، خجالتی بودم و اینا. ولی خیلی جالبه، من تو مدرسه اینجوری بودم، ولی من بازی بچگیم چون اختلاف سنیم انقدر نبود که مثلا با خواهر برادرام علاقه مندیامون و بازیامون شبیه هم باشه. مثلا اونا عبور کرده بودن دیگه، دوچرخه سواری و عروسک بازی و اینا وقتی که من اون سنی بودم. موقع سارا مظلوم هشتگ سارا مظلوم به معنی واقعی کلمه. سارا مظلوم واقعا مظلوم. بعد من تو کوچه، بچهای کوچه و بچهای همسایه و همش در حال دوچرخه سواری و اینا بودم. اینا بازیای چیزام دوچرخه سواری و بعد یه ذره تاریک‌تر که میشد به شب نزدیک میشد هفت سنگ و نمیدونم. حالا نمیدونم اینایی که میبینن بچه‌ها این بازی‌ها براشون آشناست نه. چی گرگم به هوا و دیگه چی بازی می‌کردیم؟ قایم موشک. قایم موشک آره، تاریک میشه قایم موشک واقعا حال میداد. بعد از این کارت بازی‌ها می‌کردیم با پسرای کوچه‌مون. کارتایی بود با که پسرا. آره. جالبه. آره مثلا خیلی طول کشید که فرق بین دختر و پسر رو بفهمم. بچه بودم و اینکه همه دوستام پسر بچه بودن، چون من همیشه رو دوچرخه سواری می‌رفتم. اسکیت هم یاد گرفته بودم، بچه بودم دوست داشتم. بعد حرکات آکروباتیک اسکیت رو می‌رفتم دوچرخه می‌زدم. یا اول نه بابا اصلا غیر قابل باوره. آره بعد مثلا اینکه 2 دفعه مامانم از پنجره دیده بود و انقدر دعوام که گفت بابا خیلی مثلا توی خیابون سرازیری که خیلی خطرناکه، مثلا ماشینا با چه سرعتی میاد. من میرفتم مثلا فرشته میزنم، کسی که اسکیت برای فرشته پروانه مثلا یه دستو میگرفتم با اون دست پا رو میوردم بالا. جدی میفرمایی؟ هیچی دیگه. خلاصه که من خیلی بهم خوش گذشت دوران دبستان، چون همش تو کوچه خیابون داشتم در حال فعالیت‌های بدنی بودم. یادمه که از مدرسه که میومدم خونه، برای اینکه مامانم بذاره برم بیرون سریع مشقامو مینوشتم که سریع خودشم برم بیرون. همین من یا در حال مشق نوشتن بودم تو خونه یا بیرون داشتم دوچرخه سواری می‌کردم. اگه یه ساعتایی مثلا سر ظهر یادمه که من خیلی خوندم و خوب شدم، سر ظهر یادمه که مثلا نمیذاشتن من برم بیرون چون آفتاب می‌خورد و سر ظهر معمولا می‌رفتیم خونه ناهارمون می‌خوردیم بعد دوره می‌رفتیم بیرون تا دیگه شب بشه تا بابام بیاد دیگه میومدم خونه دیگه. یه خاطره اگه بخوام بگم، چیزی که من تو بچگی یادم اینه که نمیدونم تو خونه درک بازی انجام میدادم یا مثلا تو خونه بیزنس میزدم. مثلا یادمه که اون موقعی که مثلا یادتونه امتحانایی که بچهای بزرگتر راهنمایی دبستان دیرتر از دبستانیا بود. بعد اون موقعی که مثلا من امتحان نداشتم یا کار نداشتم، خواهر برادرام امتحان داشتن. بعد خب نمیذاشتم اینا درس بخونن، هی میرفتیم تو اتاق سر صدا می‌کردن. نمیذاشتم درس بخونن. سلب آرامش میگه. آره دیگه برای اینکه هم دعوام نکنن و هم یه درآمدی در بیارن چیز میکردم. وقتی اینا امتحان داشتن تو خونه کافی شاپ میزدم با چیزایی که تو خونه داشتیم، مثلا میوه خورد، مثلا منو درست میکردم میوه خورد شده، مثلا اونایی که بلد بودم، مثلا سیب بلد نبودم خورد کنم، مثلا نارنگی بلد بودم، خیار بلد بودم، مثلا از این چیزا منو درست میکردم، مثلا میوه خورد شده، نمیدونم شربت آب لیمو، شربت آلبالو. بعد یه چیزی هم که تو منو داشتم مغز تخمه بود. اون زمان مغز تخمه این چیه مزمز اینا نبود که مثلا آماده اینا، طبیعی به صورت نچرالی نبود. ها بعد یکی تخمه آفتابگردون، یکی تخمه ژاپنی، مثلا همیشه تو خونه ما بود. تخمه آفتابگردون برام راحت بود، ولی آقا این ژاپنی اصلا خودم یادم میفته خندم میگیره. ژاپنی‌ها خب صفر بود، منم کوچولو بودم نمیتونستم. چند سالت بوده اون موقع مثلا؟ دبستان بودم دیگه، یعنی کمتر از نمیدونم، خیلی کوچولو بودم. دبستان چند سالته؟ 7 8 9 سال، نه کوچولو بودم.
بعد چیز میکردم، تخم آفتاب کردم برام راحت بود، ولی تخم ژاپنیا، مغز تخم ژاپنیا جزء آیتمای گرونی هم بود، ولی قشنگ یادمه که تو دهنم خورد، بعد این خورد شد با توف و مف و پوست و موس اینا رو در می آوردم، مغزا رو جدا میکردم. چندش میفروختی به مردم؟ آره میفروختم، به برادرام میفروختم. بعد میذاشتم توی این کیسه کوچه منگنه میزدم و اینا. بعد خب اینا که نمیدونن چجور این شکسته شده، مورد علاقه شونم. این یه خاطر بامزه که من بچگیم دارم، همین که مثلا یا بیرون در حال اسکیت سواری و اینجور چیزا بودم، یا اینکه تو خونه دیگه کافی شاپ میزدم، کسب درآمد میکردم هم بچگی. وای بعد داداشم حفظمو در می آورد، هی میگفت بزن به حساب. نسیه. بله هی میگفت بزن به حساب. آقا من این دفترچه دارم توش می‌نویسم اینا، شب که بابا میاد میگفت محمد پول من نمیده، میگه بزن به حساب. حالا خلقش میشتن بیرون. نباشه پول بده، پول بده. ولی حرصم در می آورد، همون موقع پولمو نمیداد. منم تهران به دنیا اومدم، بچگی خیلی بچه آرومی بودم، فکر میکنم اینجوری میگن اینا بودم که مامان بابا دوست داشتن میزدن تو سر بقیه. فراز چه پسر گلیه. فراز الانم مادر زن پسنده، هر کی میبینتش میگه بچه آرومو. آره. من یه دونه خواهر دارم که دیدینش تو ولاگ بیبی شاور که 11 سالم، 10 سال فکر کنم من کوچیک‌تره. علاقه‌مندیام من کلا همش بچه بودم تو کوچه داشتم فوتبال بازی می‌کردم، یعنی منو ول می‌کردی میرفتم زنگ خونه مرد بچه‌ها. مثلا من بچه کوچه بودی پس. آره دوستامو می‌کشتم بیرون میرفتیم تقریبا 99% فوتبال می‌زدیم، بعدش میرفتیم شیکاگو و کیک می‌خوردیم. خیلی می‌چسبید. یه خاطره خیلی خنده‌دار بهتون بگم، این مال وقتی که مثلا من فکر کنم 5-6 سالم بوده، رفته بودیم شمال با بابام و خاله هام و اینا، بعد آب قطع بوده، بعد می‌خواستیم بریم حموم، رفتیم حموم عمومی. آقا فکر کنم من یه بچه 5-6 ساله، من و بابام رفته بودیم تو حموم دیگه، تمومی هم که دیدین دیگه، حالا اونجوری که حالا نمیخوام آره جزئیات بشم. شوهر خالم بیرون دم در بود، بعد من مثل این که از اون ور داد میزنم میگم عمو رضا بیا تو، نترس من شورت پامه. خیلی بامزه، پاره شدم دیگه. این خاطره شده بود اون موقع، اونا خودشون پاره شده بودن خنده سر این داستان. نه اون موقع بچه بودم نمیفهمیدم این چیزا رو که، ولی چیز جالبی بود. چه جالب. تو شمال؟ آره. رفتید مسافرت؟ آره. شما کلا مسافرت میرفتین همیشه شمال میرفتین؟ آره دیگه، ما رو ول می‌کردن همش شمال بودیم دیگه. من خیلی تو بچگی خاطرات آره سفر شمال هم خیلی با فامیلونه خیلی دوست داشتم. هیچ جای ایران رو ندیدیم ولی شمال رو انقدر دیدیم که دیگه حفظم کل شمال رو. یه چند بارم اصفهان رفتم. خب ما شمال هم جای مختلف نمیرفتیم، شما میرفتیم؟ نه یه جا ما هم یه جا 1000 بار میرفتیم و خیلی هم جزو چیزاییه که دوست داشتم اینجوری نباشه، چون واقعا ایران انقدر جای قشنگ زیاد داره که حیف واقعا خیلی آره. جاشو ما واقعا بزرگترین حسرتمونه که ندیدیم درست ایرانو. آره. ان شاءالله یه روزی برمیگردیم میبینیم. ان شاءالله یه روزی. خب بعدش بزرگتر شدیم رفتیم راهنمایی دبیرستان. من همچنان بچه آرومی بودم. من آدم آرومی. من آدم آرومیم، بازینک و باروحیم. درسم ضعیف بود، ضعیف، یعنی یه چیزی میشنوی. من مثلا تا سوم دبیرستان تقریبا اصلا جزو مثلا 4-5 نفر آخر کلاسم بودم همیشه. حالا مدرسه‌مون هم مدرسه خوبی هم نبود، یعنی از نظر درسی و اینکه بچه‌ها خیلی چی بود، غیر انتفاعی بود؟ غیر انتفاعی بود داره، ولی میگم بچه‌ها واقعا قوی نبودن از نظر درسی، خیلی شیطون بودیم همه. حالا من آروم زیرپوستی شیطون بودم. آره دیگه رفتیم مدرسه و دوباره اونجا خاطراتم فوتبال. دوباره من کلا قفلی فوتبال داشتم،
کلکل داشتیم با این سالبالاییامون و من یادم ما دوم دبیرستان که بودیم شدیم اول تو مدرسه، تیم سوم و پیش دانشگاهی اینا رو همه رو زدیم، تیممون خیلی خوب بود. ماشاءالله ماشاءالله بهش بگی ماشاءالله. اگه براتون سواله که سارا چرا داره دوباره چراغا رو میزنه، واسه این بود که من یه ذره خالی گذاشته بودم، الان داریم آره ببین هر دفعه ما این کارو میکنیم چون دستمون نیست. این سخت‌ترین قسمتشه. آره چون یادمون نیست مثلا چقدر این بلنده چقدر کوتاهه. همیشه یه دور میزنیم بعد میگم او بعد شد پرتر میتونه. آره بعد تا سوم دبیرستان که من کم کم شروع کردم به درس خوندن، وسط‌های سوم دبیرستان حتی که دیگه یه ذره خودمو جمع کردم برای کنکور و اینا. رشته چی بود؟ از راهنمای رشته چیز می‌کردیم؟ ریاضی بود دیگه، ریاضی فیزیک می‌خوندم. از راهنمای رشته تعیین می‌کردیم یا یادم نیست. آره فکر کنم. نه فکر کنم از دبیرستان بود. آره دیگه همین شروع کردم به درس خوندن تا واسه کنکور و اینا. خیلی هم بهم خوش میگذشت. اصلا دبیرستان واسه من واقعا تک تک سالاش خوش گذشت. خیلی دوستای صمیمی داشتم، با اکثرشون همچنان در ارتباطم، حالا یه سری کمتر یه سری بیشتر، ولی واقعا جزء دوران طلایی بود که واقعا خوب بود. حتی کنکورش هم چون محیطمون محیط خیلی دوستانه‌ای بود، میگم بچه‌مون هم خیلی درس خوند نبودن، 2-3 نفر بودیم که یه ذره خودمون رو جمع کرده بودیم. رقابت خوبی بود، یعنی رقابتی نبود که مثلا این اون یکی رو چپه کنه، یه چیزی بهمون نده فلان و اینا، همه کمک می‌کردن. آره درس می‌خوندیم. تو یعنی گفتی تا کی درس نمی‌خوندی؟ تا سوم تقریبا، تا سوم دبیرستان من. آره که یادم اصلا میگفتی مامانتینا هم فکر کنم تو هیچ چی قبول نمی‌شی با این وضع. آره سر کنکور من بابام میگفتش که مثلا تو اصلا تهران قبول نمیشی و اینا. نمیدونستن که این بچه آره که زد و آره. ولی خب یعنی کنکور تو چجوری می‌خوندی؟ یادته؟ توی دبیرستان یه سری برنامه داشتم، مثلا من کل عید ما رو برده بودن یه جایی، یه شهری خارج از تهران. ما مثلا روز 2 فروردین رفتیم، 12 برگشتیم، یعنی اصلا نبودیم عیدو. واقعا برده بودنمون یه جا که یه حالت چی بگم، فکر کنم یه حالت مدرسه‌ای بود که مدرسه نبود یه جایی بود که بچه‌ها میرفتن درس بخونن، مثلا با هنرتور. آره ولی فقط مدرسه ما بود، یعنی خیلی هم زیاد نبودیم، شلوغ نبودیم. رفتیم اونجا و دیگه 10-12 روز فقط ما یه دونه تلویزیون نداشت اونجا، یعنی ما رو موقعا که گوشی موشی هم نبودیم، ما واقعا هیچ کاری نداشتیم جز اینکه بشیم درس بخونیم. برای چه مدتی؟ از 2 تا 12 فروردین. 10-12 مثلا عیدو دارم میگم، یعنی سر عید اینجوری بود. آره ولی تو مثلا تا الان قبلش هم تو خونده بودی، بلد بود، یعنی یه چیزایی بلد. آره ولی میگم از این نظر که چقدر سخت میگرفتن واسه ما و اون موقع هم تو حالت روز عادیش هم 7-8 صبح میرفتیم فکر کنم تا 7-8 شب باز مدرسه بودیم. تازه با این شرایط میگم مدرسه ما خیلی بچه‌ها چه تلاش چیز نبودن. آره درسشون خوب نبود. میگم چند نفر بودیم، 2-3 نفر فقط بودیم که تونستیم گلیممون رو عذاب بکشیم بریم. خب من دبستان که یادتونه گفتم که خیلی خجالتی از اینکه جلو بشینم همه حواسشون به من باشه و این نازی بکنن و اینا. آقا نمیدونم چی شد، ما رفتیم راهنمایی گودزیلا شدی. واقعا یهو گودزیلا شدم. من از اونایی بودم که یعنی راهنمایی در دبستان من فرزانگان رفتم، بعد مثلا چیزای فوق برنامه و اینا تازه زیاد داشتیم، یعنی یه جوری یه سری برنامه اینا میذاشتن که مثلا انرژی تو خالی کنن. ولی وای اصلا الان که یادم میفته یه کارایی میکردم که نمیدونم، دستشویی میرفتیم با شیلنگ دستشویی بغلی بریز رو یکی و نمیدونم با شیلنگای حیات بیفت دنبال بچه‌ها، بعد خیس و مثلا مثل موش آب کشیده میشدیم. بعد این نازمه هر دفعه گوشه ما رو میگرفت، گوشه مانتوی ما رو میگرفت، میبردمون تو دفتر، یه حالی بهمون میداد، چند بار که تکرار میشد مامانمون رو میخواست. بعد خیلی دیگه مثلا چه میدونم، یادم که اصلا بعضی برنامه‌های کارگاه مارگاه و کارگاه هنری و علمی و اینجور چیزا داشتیم دیگه، رنگ و اینا که قاطی قضیه میشد دیگه نمیدونیم ما چی کار میکردیم، سر و صورت هم رنگ میپاشیدیم، روش آب میپاشیدیم. مثلا یه صحنه خنده‌دار که یادمه، من با خیس بعد مثلا یکی یه قلمو رنگو برداشت
اینطوری رو صورت من کشید تا رو مانتو من قاطی کردم، این شیلنگو ورداشتم افتادم تو حیاط دنبالش. بعد صحنه بعدی این بود که یهو مثلا ناظممون از این و خانم منظم فکر کنم اون موقع یادش بخیر از این و یهو ظاهر شد. آره ناظم منظم، بعد خانم قاضی یا خانم منظم نمیدونم یهو ظاهر شد، من شیلنگ به دست تمامه. بعد اون دوستم که رنگ نازده بود اون فرار کرد. من با شیلنگ اینجوری رنگ خیس و اینا گفتن چی کار میکنه؟ گفتم من کاری نمیکنم، داشتم حیاط آب میدادم، این گلا رو داشتم آب میدادم. اون بعضا پر رو هم بودن. یه کارایی میکرد اصلا بی خود و بی جهت اعتصاب میکردیم. نمیدونم یه روزی بود چندم اردیبهشت به مناسبت چیچه مدرسه‌مون اینا هر سال کیک میگه، یه کیک خیلی گنده میگرفتن. بعد مثلا بازی شادی میکردیم، مثلا آهنگ میذاشتیم، حلقه می‌زدیم، آهنگ می‌خوندیم تو حیاط و اینا، آهنگای حماسی. بعد اون سال برای ما این کارو نکردن. بعد اعتصاب می‌کردیم دیگه. چقدر لوس بودین شما. یعنی چی لوس بودیم؟ ما از بچگی حقمون رو می‌خواستیم بگیریم. بعد چی دیگه زنگاشو می‌زدن، پا می‌کوبیدیم تو راهروها، عربده می‌زدیم، یه کارایی که مثلا منو می‌گرفتن، من مثلا خیس نمی‌دونم عرق از فعالیت و پای که کوبیده بودم. قرمز از داد و بیدادایی که میکردم و اینا دیگه. بعد صدام هم گرفته بود نمیتونستم زیرش بذارم که من نبودم. ولی آره من خیلی شیطون. تنها کاری که من فکر کنم نکردم فرار از مدرسه بود. فرار از مدرسه واقعا من چیز بود، خط قرمز بود، خیلی میترسیدم. فکر کنم واقعا اخراج میشی و من تا کارهایی که تا دم مثلا یه آلاچیق هم داشتم یادم، مثلا من این میمون رفتم بالا آلاچیق، اصلا یه کارایی میکنم باورم نمیشه. ولی به منم خیلی خوش گذشت این شیطونیای اون موقع. مثلا با بهاره اینا همش از این شیطونیا می‌کردیم. یه چیزی هم که بود من که وارد ورزشی شدم که شما فکرش هم نمی‌کنید، حرفه‌ای هم بازی می‌کردم. یعنی اول که تو تیم مدرسه و فلان اینا بودم، بعد دبیرستان که رفتم دیگه حرفه‌ای شروع کردم بازی کردن که حتی من 2 نوبت پولم گرفتم بابت این بازی. ولی دیگه یه جایی مجبور شدم که بین درس و ورزش یکی رو انتخاب کنم. علم بهتر است یا ورزش؟ علم شد ها؟ آره نمیشد، جفتشو واقعا نمیشد جلو. یا اون مسیر رو یا این مسیری که نمیشد. میخوای جایزه بذاریم حدس بزنن؟ آره حتما. آره بهشون آره گفتم که یه ورزشی، حالا بعد حدس بزنیم اون چه ورزشیه که سارا میکرد. تو مدرسه یه مدتی هم حرفه‌ای بازی کرده، باشگاهی بازی کرده. بعد اون موقع که اصلا اسپانسر نداشتن دخترا، 2 نوبت من چیز گرفتم. بعد تیم جمع شد. ولی جز تیمای من دفعه خیلی چیز اسپانسر اینا خیلی بد شد و فلان اینا. آره متاسفانه راهنمایی متاسفانه خوش میگذشت. من چطوری می‌کردم دوست داشتم. با چند تا دوستای پایم داشتم که خیلی حال می‌داد. بعد آره دیگه راهنمای دبستان اینجوری بود و بعد خب حالا دبستان که درس یعنی دیگه در آخر دبستان همه خوبن دیگه. راهنمایی من اینجوری شدم که مثلا حالت کار را بندازی، مثلا کارمو راه مینداختن، نه اونجوری مثلا بگو همه چیزام خیلی عالی بود و فلان. کارمو راه مینداختن، بالاخره یه نمره قابل قبولی میگرفتم و یه آمادگی نسبی داشتم. و تا سال کنکور من فکر کنم که عید که مثلا شما رفتین اردو رو، من رفتم خونه بهاره یکی از دوستان که قدیمی‌ترین دوستان که اونا خونه‌شون 2 طبقه بود. طبقه پایینشون اینا مثلا برای مهمون و اینا بود، یعنی خودشون خیلی توش رفت آمد نداشتن. اصل قضیه طبقه بالا خودشون زندگی می‌کردن. دیگه ما با بهار رفتیم طبقه پایین. هیچی دیگه، من یه مدت طولانی اونجا بودم، با هم دیگه 2 تا درس می‌خوندیم، مثلا به هم کمک می‌کردیم. بعد 1-2 تا دیگه دوستم داشتم، نیلوفر و ارغوان، که اونا هم جست و گریخته مثلا خونه هم دیگه می‌رفتیم درس می‌خوندیم و مثلا ارغوان دیدم که برام برنامه درسی می‌نوشت، کمکم می‌کرد. آره اون 2 تاش خیلی خوب شد، فکر کنم 2 رقمی نوشت. بعد دیگه هیچی دیگه، تا یه حدی که دیگه فکر کنم سنجش که میدادیم خوب میشدم. یعنی مثلا دیگه فکر کنم 3 رقم زیر 500 اینا میشدم سنجش همو، ولی کنکورم خیلی بدتر دادم. بگری حالا میرسیم به کنکور که چی شد و فلان، ولی به نفعم شد که کنکورمو بدتر از چیز دادم که باید. هیچی دیگه. پس تا اینجا ما جفتمون بچهای خوبی شدیم. اون تنهاش ذره کار را بندازی، خودمون رو جمع کردیم، درس خوندیم، خودمون رو جمع کردیم، همچنان شیطونی و خوشحال بازیامون رو می‌کردیم. بعد تا رفتیم کنکور دادیم و چی قبول شدیم؟ من مهندسی
حالا اونم که چرا عمران خودش جای بحث داره. من مهندسی عمران صنعتی شریف قبول شدم. دوست داشتی به قصد آره به قصد عمران میخوندم، ولی ما اصلا جدا در جد هیچ عمرانی نداشتیم دور و برمون. من جوگیر شدم گفتم من میخوام برم عمران، فازش گرفته بودم. خب دیگه عمرانو زدم. عمران شریف. آره آقا فراز مهندس عمران هستن، لیسانسش رو رفت دانشگاه شریف. منم رفتم علوم کامپیوتر شریف. من خیلی یادم که اون موقع چون من یه خواهرم و برادرم جفتشون کامپیوتر میخوندن، نمیدونم چرا یه فازی گرفته بودم که من فکر کنم هر رشته برم کامپیوتر نرم. ولی من مثل فراز اینجوری نبودم که مثلا یه رشته تو ذهنم باشه برای اون بخونم. دیگه اینجوری بودم که دیگه یه جای خوب قبول شم و یه مهندسی خوب قبول شم و اینا. ولی خدا رو شکر بدتر از کنکورم و بدتر چیزی که باید دادم، یعنی مثلا تو مغز همه دیگه مثلا مهندسی برق و مکانیک و اینجور چیزا تو ذهنشون بود. من یه جوری شد که یا مثلا بعد میرفتم مترولوژی شریف یا بعد میرفتم مهندسی شیمی دانشگاه تهران یا مثلا علوم کامپیوترم قبول شدم علوم کامپیوتر شریف. بعد اون موقع زمان ما، حالا الان نمیدونم چه جوریه، زمان ما یه ذره مثلا بین مهندسی و رشته محض مثلا یه پرستیژ خاصی داشت مهندسی. مثلا که محض میرفتی خیلی چیز، با اینکه برعکس اتفاقا چیز علم پایه است، خیلی هم سخته. مثلا شیمی، فیزیک، اینا خیلی سختن. درس محض بعدم خیلی چیزای مختلفی تو میتونی بعداً بری، چون قشنگ بیس و یه علم مادر یاد میگیری. حالا نمیدونم دیگه یه همچین جوی بود که من یادم رتبه‌ام که اومد، یعنی چیزام اومده بود که رتبه‌ام اومده بود و بعدم چیزام یه جوری من تو خونه گریه می‌کردم که بابای من فکر کرد که من هیچی قبول نشدم. اومده بود منو بعد می‌خواست آرومم کنه، بعد ترس می‌شدم. میومد گفت اشکال نداره سال دیگه میخونی، تو مثلا یه سال زود رفتی من اوکیه نمیدونم فلان. بعد من بیشتر گریه میکردم. سارا یه سال جهشی خونده در زمین. یه سال جهشی خوندم، نمیدونم که عجله بود ولی یه سال جهشی. بعد آقا هیچی دیگه. بعد چیز کردیم، خواهر بزرگم زارا دافی شمال 1 اون موقع آمریکا بود و بهم گفتش که خلی مثلا اگه دوست داری کار کامپیوتری و فلان و اینا، حالا مهندس کامپیوتر قبول نمیشی شریف، علوم کامپیوتر برو. اینجا همه مثلا از آیتی، سخت افزار، نرم افزار، همه اینجا میان کامپیوتر ساینس میخونن. مثلا کامپیوتر انجینیرینگ خیلی، یعنی معمولا کامپیوتر ساینس میان اینجا میخونن تو آمریکا. بعد چون خب منم از همون موقع قسم مهاجرت بود دیگه، جفت خواهرام مهاجرت تحصیلی کرده بودن دیگه. منم برام یه مسیری بود که یعنی مسیرم مشخص بود، بعد برم لیسانسمو بگیرم، اپلای کنم، پذیرش بگیرم، مهاجرت تحصیلی برم آمریکا. خب من میگم منو نجات داد، نه اینکه مثلا مهندسی شیمی و مهندسی متالورژی و نمیدونم این چیزا رشته بعدی با شناختی که من از خودم دارم، فکر کنم هر رشته دیگه ای من غیر از کامپیوتر ساینس رفته بودم نمیتونستم به چیزایی که الان دست پیدا کنم یا مثلا نمیتونستم به اون موفقیتی که میخوام برسم. برای همین خیلی برام خوب شد و اینو همیشه میگم. واقعا مدینه خواهر بزرگم چون خیلی میگم خیلی ناراحت بودم، گفتم یعنی چی من برم مهندسی فلان اینا. بعد یه شانسی هم که آوردم، خب اینجوری میرفتم شریف دیگه، میزد به سرم میرفتم یا اگه متالورژی شریف قبول نشم رفتم مهندسی دانشگاه تهران. فراز نمیدید چیزی از دست میدادی. بعد هیچی دیگه، ما اینجا وارد دانشگاه شدیم. من ورودی 88 علوم کامپیوتر شریف، فراز 87 عمران. 87 عمران. تو از سال اول زندگی در دانشگاه بگو تا من وارد بشم و وارد شدن منو میخوام درست توضیح بدی. چیشه توضیح بده؟ این اورنامنتامون رو ما همه رو ریختیم اینجا زمین، به اینا میگن اورنامنت، گلوله‌های رنگ‌های مختلف. من اینا رو شروع میکنم زدن. آره دیگه، من یه سال زودتر از سارا رفتم دانشگاه. اون یه سال قشنگ این دورمو زدم، چرخیدم. دور زدی بی حیا؟ یه سال من زودتر رفتم دانشگاه دور زدی؟ من نمیدونستم تو دور زدی. شوخی میکنم. منو بگو. به من گفت تو همونجا نشسته بودم تا مثلا دیگه دختر آرزوهام. دور زدی واقعا؟ چطوری زدم؟ کجا دور میزدم؟ جان من دور نزدی. کل شریف از این سرش تا اون سرش 2 دقیقه است. من حالا تعطیل این قضیه رو در میارم. آره دیگه، رفتیم دانشگاه. تون اولش حسابی جون کنده بودم دیگه، شریف قبول شده بودم. خسته بودیم، منم خسته بودم اول دانشگاه. دیگه شل کردم
یه ذره شل کردم ولی ریلکس. چند تا دوست موسامون رو پیدا کردیم، یه اکیپ دانشگاه خودمون رو پیدا کردیم. همزمانم خب دیگه بعدش کار تدریسم میکردم دیگه، میرفتم کلاس خصوصی درس میدادم، بعضی وقتا میرفتم مدرسه‌مون درس میدادم. یعنی معلم نبودم ولی کمک میکردم حل مسئله و این چیزا، که از اون برم یه پولی هم در می آوردیم و زندگیمون میرفت جلو دیگه. فارغ از این که آدم حالا خدا شکر جفتمون فکر کنم که هم یعنی خانواده‌هامون دستشون به دهنشون میرسید و اینجوری نبود که یعنی جز خوش شانسا بودیم که مثلا که کارم نمی‌کردیم اوکی بودیم. با این حال جفتمون آدماییم که مثلا میرفتیم خودمون کار میکردیم، حالا تدریس میکردیم. اینو به یعنی همه پیشنهاد میکنم، میدونم که گفتنش راحت تر از مثلا پیدا کردنش و اینا، ولی اگه یه موقع یه فرصتی پیش اومد که یه کاری بکنین، حالا مربوط به رشته‌تون باشه که چه بهتر، اگه نه یه فرصت کار کنین، کار کردن مثلا اون سنی که کنکور دادیم و 18 سالشه و اینا خیلی تجربه مثلا به نظر من خیلی کمک میکنه. من الان خیلی از قابلیتایی که دارم و واقعا مدیون ویژگی‌های شخصیتی که الان یعنی بهتر شده توم، خیلیش مدیون اون سالام که خودم کار میکردم. مثلا این که خیلی عشق میکنی که خودت کار کنی، که خودت در بیاری، کیف میده، خیلی کیف میده. بعدم ارزش پول و زحمت آدما رو قشنگ میفهمی دیگه. من قشنگ درک میکردم که دیگه حالا چرا بابام زحمت میشه. آره دیگه. حالا ما رفتیم دانشگاه. سارا چه درسای تدریس خصوصی میکردی فراز؟ من هم ریاضی بود هم فیزیک بود، بیشتر ریاضی و فیزیک. که رفتیم دانشگاه و یه سال بعد سارا اومد. حالا اونو یه داستان مفصلی داره آشنایی من با سارا که اون خودش یه ساعت داستانه که حالا اونو بعداً تعریف میکنم، ولی چیزی هست میخوای بگی؟ آره چی شد و فلان و اینا. آقا هیچی، ما وارد دانشگاه شدیم ترم یک. کی دانشگاه شروع میشد؟ شهریور مثلا 88 بگو شروع میشد. ماده 88 با این آقا، یعنی من وارد شدم گردنمو چرخوندم ببینم آقا چه خبره. تازه برای اولین بار تو زندگی دیگه محیطی شدم که دختر و پسر با هم بودن و دیگه آقا ما اومدیم یه دوری بزنیم. این پسر چیزی که باید بدونید اینه که من و فراز همدیگر توی دانشگاه ندیدیم، یعنی یه دوست مشترکی داشتیم که یه جایی هم با هم با دوستامون دعوت بودیم، اونجا همدیگر رو دیدیم. مثلا بعداً چون دانشکده فراز پایین دانشگاه بود، دانشکده من میذاره بالاتر بود، اینجوری بود که خیلی اتفاقی بتونیم ببینیم. مثلا من نهایتاً آدمای همرشته خودم و یا مثلا آدمایی که عقب میشناختم یا دانشکده‌های نزدیک دانشکده‌مون رو مثلا می‌دیدم و آشنا می‌شدم. اینا فراز تا حالا اونجا ندیده بودیم، با هم دیگه رفتیم یه جای دعوت که اونجا مشترک بودیم. حالا جریانا داره براتون تعریف کنم این آقا رو براتون. آره اون خودش داستانه. ولی در حد بدونید که من پامو گذاشتم دانشگاه دیگه، این آقا نذاشت دیگه منو اینجوری کرد، گفت برو جلو حرکت کن، همینو برو. خودش منو کانال ویژن کرد دیگه، اصلا نذاشت من این من نگاه. آره خبری هم نبود، چیزی از دست نداد. آره خبری هم نبود. نه ولی واقعا خوشحالم. جز یکی از بزرگترین شانس‌های زندگی من این بوده که من با اولین پسری که دانشگاه آشنا شدم. همچنین سلامت باش آقا فراز. فدایش. منم مثل فراز، منم خسته و کوفته کنکور یه ذره من نتایج خیلی زدید هنوز دلچرکی بودم. منم ول کردم دیگه. منم ترم 1 و 2 رو متأسفانه کامل ول کردم و بعد دیگه از اینا که هی دانشگاه رو میپیچوندیم یاد نگیرید نه میپیچوندیم. مثلا چون ما هم نزدیک فرهزاد و نمیدونم مثلا صبحونه میرفتیم فرهزاد میخوردیم، میرفتیم کوه، از این کارا میکردیم. اون اوایلم یادمه که مثلا منم خیلی هول بودم که سری گواهینامه بگیرم مثلا بتونم با ماشین برم بیام و اینا، ولی جز بهترین خاطراتم اینه که با مترو با یکی دو تا دوستامون میرفتیم میومدیم و اینا، خیلی میخندیدیم تو مترو، خیلی حال میداد. ولی من یه خاطره تعریف کنم این وسط. آها تو رفت آمدت چجوری بود؟ من اوایل ماشین، حالا با ماشین بابام میرفتم، یه ماشینی داشتیم، بعد خیلی اتفاقی داشتم میرفتم دانشگاه، یهو دیدم یکی رو یه پسر از قیافش آشناست. بعد شیشه رو گرفتم، من گفتم تو داری میری شریف؟ گفت آره. همونجوری دیگه از اون روز به بعد یعنی سر کوچه‌مون بود واقعا. یه از اون روز به هم با هم هماهنگ می‌کردیم، با هم میرفتیم دانشگاه، هی زیاد شدیم. یهو دیدیم 4-5 نفر من سوار می‌کردم، با هم میرفتیم دانشگاه. بعد یه اتفاق که همون اوایل برای من افتاد که خیلی جالب بود، برام جزو افتخاراتمه، اینه که دم شریف جا پارک خیلی بده. یه کوچه‌ای هست، کوچه 8م، اونایی که محله رو میشناسن میدونن کجاست،
که جا پارک هم بد گیر می اومد، مخصوصا ساعت‌هایی که مثلا سر صبح نبود، یه ذره دانشجوها که می اومدن دیگه واقعا جنگ بود، موقع پارکینگ اینا هم نبود. بعد من با بدبختی یه جایی رو پیدا کرده بودم، یه کوچولو جلوی در پارکینگ یه بنده خدایی هم بودم. بعد رفتیم و اومدیم دیدیم آقا ماشین ما پنچر شده. بعد حالا من با کی بودم؟ یکی طلای جهانی ریاضی بود، المپیاد ریاضی، یکی دیگه 2 تا مدال المپیاد داشت، یه برنز یه طلا، با یکی دیگه که اونم جزو مثلا رتبه 1-2 رقمی دانشگاه بود. آقا ما اینا شروع کردیم اولین پنچری ماشین رو گرفتن. یه تالام نگرفتیم، بلد نبودم، ولی دیگه خاطرش این شد که با یه سری از بزرگای واقعا دوره خودمون ما نابغه‌های مملکت پنچری گرفتیم. آره اینو که گفتم که منم اولش شل کردم، ولی این کار نکنید، چون وقتی شل میکنی از قلتک میای بیرون، بعدا که دوباره میخوای درس رو خودت جمع کنی خیلی سخت میشه. اون پایه‌ها رو از خراب کنی، ولی واقعا اون پایه‌های اصلی رو من خوب داده بودم. مثلا آره 2 سال اول مثلا ریاضی 1، ریاضی 2، فیزیک 1. آره چیزا برن خب، ولی مثلا برنامه‌نویسی و درس تخصصی کامپیوتر واقعا خودی خوب داده بودم. مثلا من یکم یادم که 20 شده بودم، فول مارک شده بودم، ولی چیز دیگه هم بد بود دیگه. فیزیک ریاضی 1 که اصلا نگو، کسی که شرف من میدونن شهرشانی اصلا کلاس فرانسه بود برای من. یه بار یادمه که از 100 مثلا اوریج شده بود 7 و من 9.5 شده بودم از 100. اون کویز بود، میان ترم بود، چی بود، انقدر خوشحال بود بالا اوریج شده. بگو 9.5 بشی از 100 خوشحال باشی. بعد اون موقع هم اینجوری بود که همه نمره ها رو میزدن به دیوار، بعد با شماره دانشجو اصلا آبرو ریزی، هر کسی میفهمید چند شده واقعا. آره من واقعا اینجوری شطرنجی میرفتم نمره، چه الان نمیدونم چه جوریه، ولی اینجا خیلی این چیزه، یعنی پرایوسی چی میشه؟ نمیدونم. اینجا خیلی پرایوسی چیز مهمیه، یعنی پرایوسی. آره ولی منم مثل فراز دیگه خسته بودم و تنبلی کردم، مثلا 2 ترم اولو شیطونی کردم. بعد که با فراز آشنا شدیم و دوست شدیم دیگه یکم بیشتر تنبلی کردیم، بیشتر شیطونی کردیم دیگه. اینجوری بود که مثلا ما ساعت 7 صبح 8 صبح کلاس داشتیم، مثلا فراز میاد دنبال من که با هم بریم، جفتمون مثلا با هم یک کلاس داشتیم. بعد تو راه اینجوری که صبحونه خوردی؟ فرض من تو صبحونه خوردی؟ من میگفتم که نه. اینا وای چقدر دلم این املت ها و چای نبات فرهزاد کج میکردیم، میرفتیم فرهزاد صبحونه میخورد، کلاس ها نمیرفت. من کلی واقعا آره خیلی از این چیزا رو هم که نمرام کم شد واقعا بخاطر اینکه یهو نمره حضور غیاب داشت، یا مثلا اون روز که ما رفتیم یهو مثلا ورزش کویز گرفته بود، مثلا نصف نمره رو اینجوری از دست دادم. ولی شماها یاد نگیرید، اینا کار بعدی هستش. درستون همون اول لازم نیست مثلا هم بخورید، مثلا دوغون بشید، مثلا صبح تا شب درس بخونید، ولی در حد یه اوریج رو به خوبی همیشه از اول اگه باشین هم کمتر اذیت میشین، همین که معدلتون بهتر میشه دیگه. حالا مثلا ما چون چند ترم اول گیان زده بودیم، اون 2 سال آخر برای مهاجرت واقعا پدرمون در اومد. حالا رسوندیم به چیزی که میخوایم، ولی خیلی اذیت شدیم. هیچی دیگه. منم که کنکور دادم، منم شروع کردم تدریس کردن. من ریاضیمو خوب نزده بودم، خیلی با ریاضی هم خیلی موقع ریاضیم ضعیف‌ترین درس تخصصیم بود. هندسم خوب بود، ریاضی چیزم گسسته یه چیزایی بود، حالا خیلی یادم نمیاد. بعد من فیزیک و شیمیم خیلی خوب زده بودم و خوب بودم که فیزیک و شیمی درس میدادم، گاهی زبان. بعد مشاورم میدادم دیگه. آره منم یه مدت زیادی تدریس خصوصی میکردم، خیلی حال میداد، پولی که بعدم به جیب میزد، خوش میگذشت، خیلی چیزا هم یاد میگیری دیگه. ولی همچین کارایی اگه میخواین بکنین بعد حواستون باشه جای مطمئن بعد برین، مثلا تدریس خصوصی تو منزل اگه دخترین حواستون جمع کنین. مثلا من با مثلا شورش با مثلا چه میدونم پسردوایی فلانی مثلا داشت کنکور داشت به من معرفی میکرد، مثلا بیا برو اونجا، بعد اون به دوستاش معرفی میکرد، نمیدونم اینجوری، یعنی جوری نبود که تو خیابون شاگرد پیدا کنم، یا مثلا تو مدرسه کسی که سال پایینیمون بودن مثلا گفتن که مثلا بیا کمکمون کن و اینا. خاطره منم توی چیز متاسفانه من همون کوچه‌ای که فراز میگه هی ازم دزدی میشد. وقتی با ماشین خودم میرفتم از ماشین دزدی میشد. مثلا یه امتحان داشتم مثلا تا 6 از 7 شب می اومدم مثلا میرفتم استارت میزدم، استارت نمیخوره،
باتری رو برداشته بودم. بعد یه عالمه CD فراز برای من درست کرده بود، آهنگ گلچین کرده بودم، مثلا CD ها رو برداشت برده بود، ریموت در پارکینگ رو برده بود، نمیدونم تا لیوان شیری که مثلا من صبح یه شیر داغ میریختم صبح زود اگه میرفتم که مثلا نمیرم، تا اونو برداشته بود برده بود. و بعد باتری ماشین واقعا اصلا عجیب آره بود. خیلی چیز بودی که آدمه که هم یعنی فکر کنم 2 بار تا الان اتفاق برام افتاده، هر 2 بارم فراز نبوده. دوستاش خدا خیرش بده، به پرهام و امیر همیشه میادن من نجات میدادن، باتی به باتی میکردن. و یه بارم یه دختره اومد تو 2 تا درم از پارکینگ میخواست بیاد بیرون، من تو کوچه بودم، اومد تو 2 تا در من، 2 تا در من قور شد. دوباره اون موقع هیچی نبود، فراز نبود، دوباره امیر اومد. بعد امیر ترسیده بود اومده بود که مثلا من نجات بده، وای مثلا دختره تنها مثلا تصادف کرده بیاد کمکم کنه و اینا. بعد ولی اومده بود مثل که دیده بود که من دور تو شکم خانه بودم و خودم اینجوری بودم و هیچی دیگه. یادمه که اون جریمه هم یعنی اون پولی که بهم دادن بابت چیپس اون موقع اصلا یادمه 300,000 تومان برای من چون در قرعه کرده بود دادن که با 50,000 تومان امیر دوست فراز یه جور پیدا کرد برام بدون رنگ در آورد. بعد 250,000 تومان من نمیدونم چرا همچین کاری کردم. فراز و امیر رو برشون داشتم بردمشون کجا رفتیم؟ فشم بهشون کباب دادم. برای چی بعد همچین کاری بکنم؟ خیلی چسبید. آره این خاطره دانشگاه چیز منم همین این چیزاست که همین یا تپ جریمه میشدم یا یکی بهم میزد یا ماشین رو میدوز، یعنی خود ماشین رو نه ولی زاپاس و این چیزاشو. اون باتری خیلی رو مخ بود چون مثلا 7 شبم بودم خسته‌ام بودم، خواستم برم خونه، بعد ترافیک. آره ولی خدا رو شکر فراز، یعنی خدا رو شکر که نه ولی فراز هم خدا رو شکر دوستاش بودن کمکم می‌کردن کار در میاد. ولی آره فکر کن 300 تومن بیمه داده بود، خرج تعمیر ماشین شد 50 تومن فقط. همش تقریبا موند. من تو مدرسه خدای بیشتر بهم خوش میگذشت، تو دانشگاه نوع خوشگذرانی میذاره متفاوت شد حقیقتش. تو دانشگاه یه ذره مثلا یه ذره رفت تو فاز بهمونی رفتن، یه ذره فازش متفاوت شد. ما با فرجون دوست شدیم و بعد دیگه خیلی بهت خوش گذشت. دیگه خیلی بهم خوش گذشت. صد البته. من که از اول یعنی می‌دونستم قرار مهاجرت تحصیل بکنم چون خانواده ما اینجوری بود که 2 تا خواهرام هم مهاجرت تحصیل کرده بودن. یعنی دیگه سر من اینجوری بود که بابام میومد میگفت کی تافل ثبت نام می‌کنی؟ چرا نمیری؟ چرا نمیری؟ آره اینجوری بود. ولی فراز فکر کنم مثلا سال 3 دانشگاه اینطورا بود دیگه، یکم جدی شدن. کلا توی شریف خب خیلی چیز مهاجرت متاسفانه زیاده دیگه، اصلا جو رفتنه به خاطر شرایطی که وجود داره. خیلی‌ها جمع میکنن میرن بعد لیسانسشون. ولی آره منم از سال 3 تقریبا دیگه فازشو گرفتم، دیگه شروع کردیم درس خوندن و که معدل رو بیاریم بالا. اون 2 سالی که استراحت کرده بودیم و یه ذره جمع کنیم گندی که زده بودیم و آماده شیم برای اینکه مدارک آماده کنیم و اینا. حالا یه ویدیو کامل گرفتیم راجع به ویزای مهاجرتی، اگه دوست داشتین که ببینین چه کارهایی لازمه میتونین اونو ببینین. ولی دیگه از اونجا شروع شد این کارهای مهاجرت ما. آره ما اون موقع شروع کردیم با سارا دانشگاه مختلف اپلای کردن. مثلا یه عالمه دانشگاه من اپلای کردم، یه عالمه دانشگاه سارا اپلای کرده بود. بالاخره یه جا رو که تو شیکاگو بود هم من ادمیشن گرفتم هم سارا. من برای فوق لیسانس عمران، سارا برای دکترای کامپیوتر ساینس، علوم کامپیوتر، که دیگه با هم رفتیم ویزامون رو گرفتیم و دیگه جمع کردیم اومدیم شیکاگو. دیگه اینجا به بعد خاطراتمون مشترکه دیگه، چون از اینجا به بعد کلا دیگه ما با هم بودیم. اینم مال سال 2014 که ما وارد آمریکا شدیم. آره 2014 ما با هم وارد آمریکا شدیم. فرض دستش درد نکنه یه سال کار خودش رو به عقب انداخت که ما با هم بتونیم بیایم. فکر کنم خیلی سخت میشد اگه یکیمون میومد یکیمون میموند. دیگه با هم زبان خوندیم، کار کردیم و رفتیم دانشگاه یونیورسیتی ات شیکاگو UIC قبول شدیم و شروع کردیم درس خوندن و دیگه ما شیکاگو بودیم. چند سال شیکاگو بودیم؟ تا 2021 7-8 سال اونجا بودیم. آره. تا اون موقع شیکاگو بودیم، بعد رفتیم آستین تگزاس، یه 2 سال و نیم اونجا بودیم. بعدم که اومدیم کالیفرنیا، الانم تو اورنج کانتی. آره بعد دیگه فراز تو فوق لیسانس تو 3 ترم تموم کردی رفتی سر کار. آره بعد من رفتم سر کار.
کار همین مهندسی عمران بود، گرایش خاک. شیکاگو هم حالا نمیدونم میدونین یا نه، شیکاگو زمستوناش وحشتناکه، مثلا منفی 20 درجه سانتیگراد میشه، برف میاد، باد میاد. بعد اون موقع ما هم تازه دانشجوییمون تموم شده بود، دانشگاهمون تموم شده بود، تازه شروع کرده بودیم بریم سر کار، بعدمون خیلی خوب نبود، تازه می‌خواستیم یه ذره جون بگیریم. آقا ما خونمون پارکینگ نداشت، ماشین بیرون بود، تو کوچه پارک میکردیم. بس فکر کن تو اون سرما. و کار من کجا بود؟ 1 ساعت خارج شهر. یعنی من بعد صبح کار من ساعت 7 صبح شروع میشد، ساعت 6 راه میافتادم که 7 برسم اونجا. بعد صبح کله سحر تو اون سرما فقط 10 دقیقه یه رو بعد وای میستادم که این یخا پاک اصلا من بتونم فرمونو بگیرم، انقدر سرد بود فرمون ماشین. خلاصه که چشتون روز بعد نبینه. اون 1 سال من پدرم در اومد، قشنگ پیر شدم، خیلی چیزا یاد گرفتم تو اون 1 سال. تو اون 1 سال فراز سربازی نرفته، فکر کنم تو اون 1 سال سربازی بود براش. 3 تا سربازی بود برای من اونجا. میگم کارم مهندسی خاک بود، خیلی از کارهایی که میکردیم بعد میرفتیم سر زمین میرفتیم نمونه خاک برمی‌داشتیم. اینا فکر کن تو اون سرما 7 صبح پا میشدی میرفتی بیرون، بعد یه آزمایشگاهی داشت، اون نمونه خاکا رو بعد آزمایش میکردی و آشغالا رو بعد جمع میکردم میبردم. اصلا یه وضعیتی بود دیگه. خلاصه خب فراز جون اونجا جایی بود که گفتی؟ آره اونجا جایی بود که گفتم که این راهی نیست که من میخوام برم، چون واقعا آدم همچین چیزی نبودم. احساس میکردم که خیلی سخت بود برام دیگه. یه ذره انگیزه شد. حقوقش هم یه حقوق نسبتاً یعنی یه حقوق خیلی متوسط رو به پایین بود نسبت به زحمتی که میکشی. آره. که اون انگیزه شد که خب ببخشید میونه حرفت. خب اینجا خیلی فرصت خیلی بیشتر هست. مثلا میدونم که ایران همینش هم پیدا کردن غنیمته، ولی اینجا خیلی راحت میتونی، یعنی راحت که بعد زحمت بکشی ولی فرصت هست که بتونی مثلا هم پیشرفت کنی به چیزی که می‌خوای برسی. آره مثلا برای ماها که خب مثلا یه زحمت کشیده بودیم، یه درسی خونده بودیم، خیلی سرمون تحصیلات داشتیم. آره خلاصه که اونجا چیز شد که من یه ذره یه فکری بکنم که ولی کارتو یه دور عوض کردی. آره اول همون به فکر این بیفتم که یه ذره یه حرکتی بکنم که یکم اوضاع بهتر شه. شروع کردم به اپلای کردن برای یه کار دیگه که یه کار خیلی خوب پیدا کردم، بازم تو عمران بود ولی یه مقدار کامپیوترم داشت. همون موقع سارا بهم خیلی کمک کرد که شروع کردم. اسم شرکتم ایان بود، اونایی که قدیمیان یه اسپانسر منچستر یونایتد بود، AON رو لباساشون مینوشته، شرکت بیمه است. کاری که من میکردم کار خاک یه ذره اومده بودم بیرون، رفته بودم توی هیدرولوژی و اینا که میشه آب، مهندسی آب شاخه عمران. رفتم توی شرکت ایان که اونجا شروع کردم به کار کردن. من دانشجو که بودم داشتم مسترم میگرفتم، سارا از اون موقع به من میگفتش که تو بیا یه دونه فوق لیسانس دیگه بگیر تو کامپیوتر، این کارش بهتره، استعداد داری، خیلی واقعا هم حقوقاش و اینا خوب خیلی بهتر از عمران بود واقعا اون زمان. ولی من اینجوری بودم که نه، من دوست ندارم کامپیوتر، میخوام برم سر کار فلان و اینا دیگه. چون فوق لیسانسش رو 3 ترمه تموم کرد. 3 ترمه تموم کردن جای ذره اصلا خیلی کار سختیه. من بهش گفتم که بابا حیفه تو که مثلا اینو 3 ترمه تموم کردی، مثلا تو خود اون دانشگاه هم مثلا میتونست یه رشته دیگه رو مثلا یاد بگیرم. حیف، نظر من تو هم استعداد داری، مثلا خیلی فراز آدم باهوشیه، بیا کامپیوتر، بیا چرا نمیای کامپیوتر، بیا مثلا یه مسئله بردار، فوقش خوشت نمیاد میری یه کاری که مثلا هم توش یه ذره از کامپیوتر استفاده کنی، یه ذره از عمران، فرصت‌های شغلیت بهتر میشه مثلا. بعد منم دارم میخونم، مثلا منم کلی میتونم کمکت کنم. الا بلا چی میگفتی؟ میگفت نه، میگفت من اصلا خوشم نمیاد، میگفت مثلا بدم میاد اینجوریه. نمیگفت که من حوصله ندارم، فکر کنم خسته شده بود از درس خوندن، سر کار دیگه می‌خواست بره سر کار. آره من ادمیشن پی اچ دی چرا می‌خواستی بری سر کار؟ یه پولی در بیاریم، گرین کارت بگیریم. نه جواب صحیح. ما جواب صحیح بودیم، خاطر سر کار که زنو بگیری دیگه. آها گول از این نبود. Emotional damn it. من فکر کردم می‌خواستی بری سر کار که من تمام این سال‌ها فکر می‌کردم که فراز زود رفته سر کار که مثلا بگه من دیگه زندگیو میچرخونم و
فلان و جفتمون هم از دانشگاه یه فاندی یه پولی میگرفتیم، یعنی آره ما چیز گرفته بودیم دیگه، فاند گرفته، یعنی شهریه دانشگاه رو با فاند گرفته بودیم جفتمون، هم مستر رو شهریه نمیدادیم. آره شهریه که نمیدادیم، یه پولی هم بهمون میدادن. آره فرضاً جفتمون از دو تا کار مختلف آره یه پولی هم میگرفتیم. مثلا من دستور آموزشی بودم، تی بودم، آره بودم دستور تحقیقاتی میگن. آره یه پولی هم ماهانه میگن که قشنگ یعنی جفتمون حقوق داشتیم و زندگیمون میچرخید. آره هیچی آقا ما رفتیم سر کار. اونجا کار اول پدرمون در اومد و اینا دیگه انگیزه شد کارمون رو عوض کنیم. این کار جدیده یکم کارهای کامپیوتری داشت. اونجا بود که من دست به دامن سارا شدم که سارا ستاره از آسمان اومد این گره رو بازش کن. ببین یه کد بهش داده بودن، گفته بودن که اینو مثلا بعد یه قسمتی از مصاحبهش بود، مصاحبه در مرحله اول رفته بود، مرحله دوم بود که بهش یا وارد شدی بهت گفته بودن؟ نه همون قبلش بود، قبل جزء مصاحبه بود. اینو داده بودن جزء مصاحبه بود که آقا این چیکار میکنه تو یک کاری که بعد بکنی که بیا این کدو برای ما چیزش کنی. بعد عوضش می‌کردی برای کارهای مختلف. آره. مثلا کدش کد مثلا چیز نبود پیور، یعنی چیز کار جی‌آی‌اس بود یه ذره. آره یه ذره یعنی کد های لول، یعنی یه کاری بود که با یه سری داده بعد یه سری محاسبات انجام بده، یه کار چیز می‌کنی مثلا در کسی مثلا فراز واقعا اینجا سوسوده یاد بگیره. بعد آقا این فرصت رو گرفتیم دستمون و من دیگه گفتم ببین من چقدر بهت میگم تو استعداد داری بیا چیز کن. من فکر کنم 20 دقیقه نهایتا نیم ساعت وقت گذاشتم با هم دیگه کد خوندیم. فقط بهش دادم که چجوری مثلا چیزای بیسیک پایتون رو بهش دادم و فقط بهش گفتم که ریسرچ کنی. آره مثلا ارور میگیری، باگ میگیری، چیزای خیلی بیسیک سینه. واقعا من 20 دقیقه نهایتا نیم ساعت. خب الان زده جلو، من دیگه الان دارم بهش میگم که خدا رو شکر تو زودتر وارد این فیلم نشدی، جایی هم برای ما باشه ما یه کاری بگیریم ما نه دست گرفتیم اینا. هیچ آقا از اون شد که دیگه خوشش اومد. حالا خودت بگو. دیگه رفتم اونجا. خب دیگه اونجا هم هی بیشتر با چیزای کامپیوتری آشنا شدم، سابقه کاری جمع کردم، یه 3 سال اونجا بودم. بعد کاری که کردم دیگه میخواستم کامل از عمران جدا شم. میخواستم دیگه کامل برم توی کامپیوتر و اینا. ولی خب جاهای مختلف که اپلای میکردم چون رزوممو میدیدن مدرک کامپیوتری ندارم، خب اصلا بررسی نمیکردن. اول نگاه میکنن تو مدرک چیه، بعد مدرک عمران کار کامپیوتریه. خب میگن این یارو برای چی داره اپلای میکنه. کاری که کردم اینجا دوباره من وارد میشم اینجا وارد میشم که هم یه قوری بهش میزنم. اگه یادت باشه چرا اون موقع گوش ندادی حرف منو؟ نکردی حرف منو. میرفتی 3 ترم یه مستر دیگه میگرفتی یه قوری بهش میدادم، ولی همیشه در کنار قور یه راه حلی هم من بهش میدادم. آره من دوباره مثل ستاره خارج بشم. تو فوق مفشد. آره اونجا بود که من یه بهش میگم بوت کمپ یه دوره آموزشی بود که مخصوص همین دیتا ساینس و کامپیوتر اینا بود که اونو باز من این دفعه اسکالرشیپ گرفتم که دوباره اون دوره مجانی شد برام. ولی فکر کنم حالت عادی چقدر پول میدادی؟ چیزی گرونی بود دقیقاً. فکر کنم 10-15,000 دلار که خیلی پول بود. آره که اونو مجانی شد برام، ولی شرطش این بود که نباید همزمان کار میکردم. یه دوره 3 ماهه بود که اونجا من از کارم اومدم بیرون. بزرگترین ریسک زندگیشو کرد که جوابم داد. آره اومدم بیرون 3 ماه این دوره رو رفتم که حالا یه مدرک کامپیوتری رو رزومم باشه. بعد شروع کردم دوباره اپلای کردن، رفتم بانک آف امریکا. خب اینجا من هنوز دانشجوام. تو اینجا آخرای دانشجویی تا حتی فکر کنم اینترنشیپ میرفتی، کارآموزی شاید میرفتی. آره که آره دیگه من بانک آف امریکا جاب گرفتم دیگه، رفتم اونجا بانک آمریکا. آره یه بانک بزرگی هم هست. کارهای مثلا آره کامپیوتری میکرد. آره کارهای اپلیکیشن مثلا کامپیوتر، چیزای دیتا ساینس توی چیزای مالی، توی موضوعات مالی. که تو مدت سارا دانشجو بود ولی شروع کرده بود دنبال کار و اینا گشتن که سارا ادامه این برنامه رو بهتون میسپارم.
آره من هنوز جا دانشجو بودم، یعنی فراز رفت 2 تا جاب 3 تا جاب فوق لیسانس دیگه PhD بود دیگه، PhD طول میکشه. آره PhD یه سر اینجا مثلا معمولا 5 ساله طول میکشه. من مسترم نداشتم، PhD مستقیم دکترای مستقیم که میای یه ذره تعداد درسایی که بعد برداری بیشتر میشه، بعد خب بعد یه تعدادی هم مقاله پقاله بدی و اینا که بتونی فارغ التحصیل بشی دیگه. یه ذره دکترا این چیزا رو داره، یعنی فقط درس نیست. بعد هیچی دیگه منم شروع کردم درس و مشقامو میخوندم و اینجا دستیار آموزشی کار کردم، دستیار تحقیقاتی برای استاد راهنمام کار میکردم و بعد یه چی دیگه کورس‌ها رو پاس کردیم و مقاله فقاله دادیم که بتونیم فارغ التحصیل بشیم. بعد اون لاموها هم من یه 2 تا اینترنشیپ کارآموزی رفتم. اولین کارآموزیم توی تارگت بود. تارگت یه فروشگاه زنجیره‌ای اینجا که خیلی شانسی یه کنفرانسی رفته بودم، گفتن مثلا گفتن که مثلا ما دنبال هم چیزی هستیم و رزومه براشون ایمیل کردم و خیلی شانسی اون موقع دنبال کارآموزی نبودم چون تابستونش می‌خواستم، یعنی استادم بهم پول میداد، قرار بود که مثلا کار ریسرچی بکنم که مثلا مقاله بدم. خیلی شانسی دیگه گفتم اوکی و رفتم مسابقه کردم، قبول شدم که اونم کارای مثلا مربوط به AI و یادگیری ماشین این کسی که تو این هیتن میدونن و دیتا ساینسی مثلا توی تارگت قسمت کامپیوتری تارگت رفتم یه کارآموزی اونجا. بعد دوباره برای سامر بعدیش بهم یه آفر دیگه دادن که برگرد که من نرفتم، جاش دیگه رفتم واقعا جای مختلف کارآموزی اپلای کردم که مایکروسافت کارآموزی گرفتم. فکر کنم سال 2019 یه کارآموزی اصلا 2019 نگرفتم، 2018 گرفتم، ولی چون کار ویزام و اینا چون ایرانی بودم و بعد برای مایکروسافت یه چیزی شبیه بک‌گراند چک میخواد که اگه بخوای بری که تو اون پروسه رفتم خیلی طول کشید تا بیاد دیگه، شد مثلا سال 2019 اینطورا که هیچی دیگه. من یه کارآموزی که رفتم، من موقعی که دانشجو بودم تو از کار اومدی بیرون یا وقتی سر کار بودم از کار اومدی بیرون؟ تو فکر کنم کارآموزی تموم شده بود دیگه، رفته بودی تازه فول تایم فکر کنم. آره خلاصه اون مدتی که فراز 3 ماه از کارش اومد بیرون که درس بخونه و بره اون بود کمپه که بتونه بیاد تو کار کامپیوتری. من نمیدونم یا دانشجو بودم یا چی بودم و حالا خلاصه یه درآمدی تو خونه داشتیم، خیلی راحت بود. 3 ماه میشه طول نکشید دیگه. فراز 3 سوت بعدش اومد و خیلی جای خفنی هم مصاحبه گرفت، رفت بانک آمریکا. بعد دیگه من که کارآموزیم تموم شد و یه ریترنینگ آفر فول تایم گرفتم، یعنی به هم آفر دادن که برگرد دانشگاه، درستو تموم کن، دکتراتو که گرفتی میتونی به عنوان فول تایم تمام وقت کارمند تمام وقت بیای بر ما کار کنی. دیگه من آفری که گرفتم برگشتم سریع، فکر کنم یه ترم تموم شد. آره دیگه بعدش یا فکر کنم یه ترم یه مقاله‌مو تموم کردم و دفاع کردم و رفتم مایکروسافت به عنوان دیتا و اپلاید ساینتیست. یه چیزی بین کارای چیز می‌کنی، کارای AI و ماشین لرنینگی و دیتایی و داده‌ای و یه چیزی بین مثلا سافت انجینیرینگ، مثلا مهندسی نرم افزار و داده پرداز و این چیزاست دیگه. مثلا کاربردای AI و چیزو توی ارگانیزیشنم توی تیمم انجام میدم. بعد حالا اگه دوست داشته باشین میتونیم توی ویدیو دیگه کلا راجع به کارامون، حالا جزئیات که نمیتونیم بگیم، ولی اگه دوست داشتیم میتونیم یه ویدیو موقع دیگه مثلا راجع به دفاعمون و پروژه‌هامون و نمیدونم شرکت چیکار میکنیم و اینا میتونیم براتون توضیح بدیم اگه علاقه مندی. خب من اینجا رفتم سر کار. من از سال دیگه 2020 به عنوان اولین کارم توی شرکت مایکروسافت به عنوان دیتا و اپلاید ساینتیست استخدام شدم و تا به امروز هم که همین چند ماه پیش 5مین سالگرد کارم تو مایکروسافت بود مشغولم. حالا فراز میاد براتون میگه که بعد از بانک آف امریکا. آره خب منم بانک آف امریکا بودم، یکی 2 سال اونجا بودم، باز تجربه کاریم بیشتر شده بود و اینا، ولی میخواستم منم برم سمت این شرکت‌های تک یا بیگ تک مثل مایکروسافت، گوگل، اپل، آمازون، شرکت‌های بزرگ، اونا رو بهش میگن بیگ تک، که کلی درس خوندم دوباره که بتونم اپلای کنم. چند جا اپلای کردم، 15 جا مصاحبه دادم، چند تا آفر گرفتم. جایی که آفر گرفتم از HP، آمازون، فیسبوک، اپل، مایکروسافت، HP، زینگا، از جاهای خیلی جای متفاوتی اینترویو کردم، چند تا آفر گرفتم، ولی
مایکروسافت از همش بهتر بود دیگه. منم تقریبا 4 ساله که دیگه الان مایکروسافتم و همکاریم، ولی تیممون کاملا جداست. مایکروسافت خیلی گنده است، 300,000 نفر کارمند داره اصلا. 200,000 داره. 300. آره. بعد اینجا مثلا دپارتمنت‌های مختلف داره، مثلا بهش میگن ارگانیزیشن‌های مختلف. مثلا فراز ارگانیزیشن سکیوریتی، من ارگانیزیشن اژورم کلاود. آقا ما اینجا همکار شدیم. آره، ولی یه خوبی بزرگی که مایکروسافت داشت این بود که میتونستی از خونه کار کنی که دیگه این شد که دیگه حالا اینم خیلی از اول که اینجوری نبود که من که کارمو گرفتم، من که فول تایم کارمو گرفتم مثلا طرفای همون سال 2020 که شروع کردم، ما هنوز شیکاگو زندگی میکردیم، آقا زد و کرونا شد. مثلا از آخر کارآموزیام دیگه کرونا شده بود اینا. بعد اون موقع به ما این آپشن رو داده بودن که چون من آفرم مال سیاتل بود، ایالت واشنگتن، بعد یا بعد جمع می‌کردیم میرفتیم سیاتل واشنگتن، یا اینکه همونجا مثلا میموندیم. یعنی بهمون این آپشن رو داده بودن که چون الان کرونا است و خطرناکه و فلان و اینا، میتونید فعلا، چون کسایی که خودشون سیاتل بودن اصلا خونه کار می‌کردن، سر اون جریانا دور کاری می‌کردن، ریموت. به اون آپشن داده بودن که خونه کار کنید، حالا هم که وضع اوکی شده و اینا مثلا برگردین بیاد مثلا سیاتل. بعد من فکر کنم یه سالی اونجوری کار کردم که فرضاً بانک آف امریکا بود اون موقع، سال آخر که ما شیکاگو بودیم. بعد دیگه قرارداد خونمون هم داشت تموم میشد و بعد یهو مایکروسافت زد و یه آپشن طولانی مدت داد، گفت آقا اصلا ما الان دیگه نمیخوایم بیاد سر کار، هر کی که میخواد میتونه کامل، یعنی بعد اگه تیمش و رئیس مثلا اون ارگ اوکی باشه، میتونه که کامل یا از خونه 100% از خونه کار کنه. بعد همه این آپشن رو دارن که بدون اجازه رئیس، بدون اجازه مثلا تیمشون، تا 50% از خونه کار کنن و دیگه هیچی دیگه. ما هم اینو زدیم چون که سیاتل خیلی شهر قشنگ و خوبیه. حالا یه گوگل بکنید چند تا عکس مکس، هم طبیعت داره، هم خیلی سیتی لایف داره، زندگی شهری خوبی داره، ولی خیلی به شدت ابریه، همش بارون میاد. خیلی اکثر مواقع من خیلی این چیزا تو روحم تاثیر میذاره. یادم میگه تو کارآموزی یادته مثلا خیلی حالم بد بود تو کارآموزی، چون مثلا تنها رفته بودم یه خونه هم بهم داده بودن که این پنجره نداشت اتاقش. بعد خب پروفشنالم بود دیگه، مثلا می‌خواستم خوب کار کنم، ساعت‌های طولانی کار می‌کردم که مثلا خودم رو نشون بدم که بتونم اون آفر ریتینگ آفر رو بگیرم که مثلا بتونم برگردم به عنوان تمام وقت برگردم شرکت کار کنم. خیلی تو زمستونم بود، همش ابر، همش بارون، خیلی دلگیر بود، اصلا دلمون نبود بریم اونجا. همیشه هم چون ما خانواده و دوست خیلی زیاد تو کالیفرنیا داشتیم، دوست داشتیم که موو کنیم کالیفرنیا. آره دیگه اون موقع مایکروسافت اوکی داده بود که ما میدونستیم از شیکاگو می‌خوایم بیایم بیرون. اون موقع من بانک آف امریکا بودم. بعد من درخواست دادم که ترجیحمون این بود که بیایم کالیفرنیا، چون خیلی دوست اینجا زیاد داشتیم، خواهرای سارا اینجا بودن. درخواستش دادم، گفتن نمیشه. گفتن ما داریم آفیس کالیفرنیا رو کوچیک می‌کنیم، الان نمیتونیم آدم اضافه کنیم به این ور. که ما می‌خواستیم از شیکاگو بیایم بیرون، گفتیم کجا بریم؟ پاشدیم رفتیم تگزاس که اونجا که بودیم دوباره اون خودش داستانی داره که حالا اونو بعد دوباره جدا تعریف می‌کنیم برات. آره کسان چیزی که ما رفتیم تگزاس و دیگه اونجا ما واسه بیزوش خیلی صمیمی شدیم. رفتیم آستین. اینجوری بود که از شیکاگو خواستیم بریم، یه آپشن ال داشتیم و یه آفیس هم توی تگزاس داشت که گفت میتونی اگه بخوای میتونی بری مثلا جای ال میتونی بری تگزاس. دیگه ما هم خسته شده بودیم از شیکاگو، از سرماش، گفتیم که دیگه قرارداد خونمون هم داره تموم میشد، گفتیم که خب بیا بریم دیگه، ببینیم فوقش مثلا یه سال بعدش 2 سال بعدش میریم کالیفرنیا. که چقدر هم خوب شد رفتیم. آره که دیگه منم که درخواستم موافقت شده بود، چون مثلا تیمم از خیلی جاهای مختلفن، از اروپا داریم، یعنی کل مایکروسافت معمولا اینجوریه، یعنی از جاهای مختلف هر کی یه جا کار آمریکا هست. حالا مثلا چه می‌دونم بگو اگه 50%شون همون سیاتل باشه، 50% دیگه‌شون جاهای مختلف، یعنی خیلی عادیه که مثلا یه جا نباشین کار کنین. اینا همینجوری هم خیلی پروداکتیون و خیلی خوب کار میکنن و اینا وقتی از خونه کار میکنن. چیزی دیگه منم که با درخواستم موافقت شده بود که 100% از خونه باشم، دیگه گفتیم آقا پاشو جمع کن بریم آستین تگزاس. دیگه رفتیم اونجا و دیگه رفتیم آستین. دیگه اونجا من همون که تعریف کردم که مصاحبه کردم و مایکروسافت گرفتم. حالا منم چون رفتم مایکروسافت دیگه منم دیگه اون آپشن داشتم که میتونستم کامل دورکاری کنم. دیگه فرصت پیش اومد، جمع کردیم اومدیم کالیفرنیا. بعد یه پولی جمع کردیم، چون اینجا یه مشکلی که داره، خب آب و هوای کالیفرنیا خیلی خوبه،
ولی خب هزینه ها خیلی از اون بعد خیلی بیشتر، هزینه‌های زندگی و اینا. حالا حقوق تو نسبت به شهری که میری نسبت به خرج زندگی اونجا برات پایین بالا میکنن. اگه شهر گرونتر باشه حقوق آره. میارن بالا، ارزونتر باشه میارن پایین. آره برای همین مثلا ما اومدیم اینجا دوباره یه ذره حقوقمون رو درست کردن نسبت به شرط زندگی، ولی بازم خب یکم اینجا یه ذره زندگی حساب کتاب تر بعد داشته باشه و آره خیلی گرونتر و اینا. دیگه ما به یه حدی که رسیدیم یه پول خوبی جمع کردیم دیگه گفتیم که چون تگزاس ذره خرج زندگی بهتر بود، ارزون‌تر بود، مثلا خونه‌ای که گرفته بودیم ماهیانه پول که براش میدادیم خب مثلا کمتر بود. مالیات رو درآمد نمیدی تو تگزاس. آره که دوباره از یک هفته ما هم موومون به جابجاییمون به آستین تگزاس از یه هفته بود، هم جابجاییمون به کالیفرنیا در از یه هفته. تصمیمش اتفاق افتاد دیگه. هیچی دیگه اومدیم کالیفرنیا. چه سالی اومدیم کالیفرنیا؟ همین 1.5 سال پیش. آره یه سال و نیم پیش اومدیم کالیفرنیا. بعد دیگه سبت سوش برش اومدن. 2 سال پیشه. نه همون 1.5 سال پیش درست. آره سبت سوش برش اومدن و بعد دیگه از اون موقع اینجا دیگه ما پیش خواهرام و خانواده و یه عالمه دوست داریم از قدیم که اینجان و سبت سوش هم که اومدن دیگه عالی شد و بعد ربکا اینا رضا اینا الان اینجان و اینا هم یه سری اورنامنت خاص که توضیحشو توی ویدیو کریسمس کامل دادم. منو پرازی اینا هم بزنیم. خب دیگه تو بایوگرافی نگم براتون دیگه. ما پام ماهیم، یه پدر مادر پام ماهیم. امسال اولین کریسمسمونه. 3 نفر داریم. فراز جون رو برای پسرش گرفته که ژانویه 2026 میاد. روش نوشته کامیک سون 2026. نم بزنیم و خب آقا اینم از درخت. سال اول کاری که خیلی خوب بلدی ولی همه نمیدونن چیه یا انتظارشو ندارن. من اول بگم برای من بازیه. من یه سری گیم ها رو یعنی کلا من استعداد بازیم خیلی خوبه، چوسی نباشه چوسی ولی بازی رو که شروع میکنم معمولا میرم رکورد جهانی میزنم، مثلا عجیب و غریب. اصلا نمیشه بازی باشه که من دودل جام اون زمان دادمه که ریخته بودم، بعد نشست 3 تا بازی کرد رکورد، یه جوری رکوردی که مثلا دیگه بدم اومد از اون اپ دیگه بازی نکردم. مثلا 3-4 ساعت داشتم بازی میکردم. رو مخ استعدادش خوبه، یعنی فیفا اینا هیچکی نباید باش بازی کنه. من استعدادم که خیلی‌ها نمیدونن، مثلا آدمای قدیمی میدونن تو زندگیم ولی آدمای جدید معمولا نمیدونن و خب بحثش هم نمیشه. همون که ورزش حرفه‌ای میکردم که حالا شما قراره که حدس بزنید که این چه ورزشیه که من میکردم. سوال دوم کتاب یا فیلم؟ یوتیوب 100% یوتیوب. سوال سوم رانندگی تو یا رانندگی همسره؟ سوال تریکی. منو که رانندگی من اینجا سوال تریکیه. ما جفتمون ادعامون میشه. رانندگی تو باش. من خیلی رانندگیش خوبه ولی رانندگی من بهتر. فراز محتاطه رو مخه. سوال چهارم بچه آروم یا بچه شیطون؟ وای بچه شیطون. من بعضی وقتا آروم بعضی وقتا هم شیطون دیگه. با اینکه میدونم پدرم در میاد ولی فکر کنم بچه شیطونم خیلی باشه دهنمون صاف میشه دیگه. سوال پنجم مهمون بیاد یا مهمونی برم؟ من عاشق مهمونم. بیاد. آره عاشق مهمونم. منم دوست دارم مهمون بیاد. سوال 6 صبح یا شب؟ من شب بودم ولی صبحم الان خیلی هم صبحم. من شب بودم از نظر کمتر شبم ولی هنوز صبح نیستم. من نظر سخت بود. سوال 7 لباس شستن یا ظرف شستن؟ 100% ظرف شستن. سوال 8 لباس شستن یا اتاق جمع کردن؟
اتاق جمع کردن. سوال 9 لباس شستن یا غذا پختن؟ غذا پختن. تو بگو 10 جور غذا پختن. سوال 10 لباس شستن یا کل دیواره خونه رو رنگ زدن؟ ببین لیست زدن، هر چی تو بگو زمین رو لیست بزن. هر چی جز لباس شستن. نمیدونم چرا اینقدر رو مخمونه. ما لباس شستن خیلی رو مخمونه. اگه می‌بینید فقط 2 دست 3 دست تو یوتیوب ما تنمون می‌کنیم مشکل داریم با لباس شستن. مشکل آخه فقط شستنش که نیست، تا کردنش وای اصلا. بعد قبلش بعد مثلا رنگا رو جدا کنی، یه جور بشوری، بعضی رو بعد رو دلیکت رو نرم و آروم بشوری خراب میشن، بعضی رو نمیتونی خشکم بندازی، وای خیلی دردسره. سوال 11 چه چیزی بیشترین تاثیر رو داشته تو جایی که الان هستی؟ دعای مادر. نه خدایی تلاش خودمون و واسه من سارا واقعا اصلا اگه نبود من اصلا یه زندگی منو کلی شما لطف دارید واقعا شما لطف دارید. ولی نه منم به نظر من ما جفتمون شانسی که آوردیم هم تو خانواده‌های خوب و حمایتگر و ساپورتیوی بودیم، هم آدما و دوستایی که انتخاب کردیم خیلی آدمای خوبی بودن، آدمای بدی هم تو زندگیمون بودن ولی از اونها هم ما درس یاد گرفتیم. آره واقعا اونها یه درسی واسه خودش داشته. آره ولی بیشتر خیلی خوش شانس بودیم هم از خانواده. خواهرای من خیلی حامیان، خیلی کمکمون کردن همیشه. محیط اطراف خیلی مهمه واقعا برای ما. آره آدمایی که اطرافتون انتخاب میکنید به پیشرفتتون کمک میکنن، شما به پیشرفت اونها کمک میکنید. خیلی مهمه که با چه آدمایی سر کردم بزنید. ولی سمی دوری کنین واقعا تا اونجایی که میتونید. آره ولی منم واقعا آشنایی با فراز یعنی یه بوست یه بوست خیلی شدیدی خورد به زندگی. یعنی واقعا فکر کنم فراز نبود منم به این موفقیتی که الان به نظرم رسیدم. من بیشتر. سوال 12 بهترین تصمیم زندگیت؟ ازدواج با فراز. ببخشید میدونم حالتون بد شد ولی فکر کنم مهاجرت 100% مهاجرت. آره. و اینکه دیگه زندگی رو با هم کلا هر چی تصمیم با هم داریم. ازدواجمون واقعا با هم به نظر من. سوال 13 بزرگترین آرزوت؟ سوال سخت. خیلی سخته سوالش. خیلی آرزو دارم. بزرگترینش چی میتونه باشه؟ من یه آرزوم اینه که خیلی آرزوها دارم ولی آرزویی که مثلا دست خودم باشه. خودم خیلی آرزوها داره که دست نیافتنیه. تمام عزیزانم همیشه سالم باشن، زنده باشن، ولی خب دیگه زندگیه دیگه. یه آرزویی که شاید یه مقدار دست خودم شاید باشه اینه که تو اون لحظه مثلا تو پیریکوری وقتی برگشتم عقب حسرت چیزی رو دلم نمونده باشه. یعنی اینجوری نباشه که بگم کاش فلان کارو می‌کردم، کاش اونجا بیشتر زحمت می‌کشیدم، کاش این فرصت رو دو دستی میچسبیدم، مثلا اینجوری نشه. یعنی نظرم قشنگ باریک. البته که در کنارش نه منم همین دیگه، همین که پشیمونی نداشته باشه آدم، هر چی کمتر پشیمونی داشته باشه بهتره. آرزو میکنم که سلامت واقعا از همه چی مهمتره، که سالم باشین و بعدم که حسرت چیزی رو تا اونجایی که میتونین نداشته باشین، یعنی پشیمونی نداشته باشین وقتی عقب رو نگاه میکنین. آره من دوستم که ولی تا تهش حداقل فراز و چون ما سنمون اینقدر فرق نداریم که تو 6-7 سال آدمو بزرگ کردی. دوستم که هی به فراز همیشه میگم خدا نکنه یه اتفاقی بر تو بیفته. اگه اتفاقی بر من بیفته که بهش گفتم برمیگردم تسخیرت میکنم. اگه فکر کردی دست من راحت میشی. نه ولی خدا کنه که با هم 100 سال 120 سال زندگی بکنیم و با هم بریم و سایمون بالا سر بچه باشه تا وقتی بهمون نیاز داره. من از اینم خیلی دینی آرزو میگه ان شاءالله که. سوال 14 بزرگترین ترس از دست دادن عزیزانه دیگه، اون بزرگترین شما. خب بچه‌ها این بود از ویدیو بیوگرافی ما. خدا کنه که سرگیجه نگرفته باشین. ما سعی کردیم که می‌خواستیم واقعا یه ذره براتون سرگرم کننده باشه، خیلی هم لوس نباشه و اینکه یه کاری هم تو خونه برای خودمون کرده باشین. درخت رو بعد دیگه سرهم کردیم دیگه. و اینکه سعی کردیم که اطلاعاتی که واقعا همه میپرسیدن و اونا کلیات رو بگیم، ولی اگه چیزی از قلم انداختیم بگین. خیلی همینش هم فکر کنم خیلی طولانی شد. چقدر شد؟ 1.5 ساعت فکر کنم شده. ان شاءالله که بتونیم
خستتون نکرده باشیم آدم. شاید دیوونتون نکرد. دیگه تلاشمون رو کردیم. امیدوارم که دوست داشته باشین. یادتون نره تو مسابقه این ویدیو شرکت کنیم. مسابقه چی بود فرضشون؟ سارا تو چه ورزشی مهارت داشته؟ حرفه‌ای. بعد باشگاه بسته شد بعد 2 دوره که من پول گرفتم. باشگاه بسته شد، اسپانسر دیگه رفت بیرون. ولی اون موقع تیم گنده بود باشه. شانس ما با همین زیر همین ویدیو کامنت کنین، قرعه کشی می‌کنیم جایزه میدیم. آره، حالا اینکه چند نفر رو چجوری فلان و اینا بس دیگه به کامنت ها و ویو و اینا ببینیم که چیکار کنیم. ولی دمتون گرم دوباره با یه ویدیو دیگه با ما بودین دیگه. امیدوارم که یه ذره الان بیشتر ما رو شناخته باشین. سعی کردیم چیزایی که به نظرمون شاید برای آدما مهم بود و خیلی از اون پرسن جواب بدیم، ولی باز اگه چیزی کم و کسری بود بگین تو ویدیو بعدی. مرسی که تا اینجا با ما بودین. اگه ویدیو رو هم دوست داشتین لطفاً لایک و سابسکرایب و هایپ و کامنت و دیگه خودتون بهتر بلدید. دمتون گرم. مرسی. خداحافظ.